سلام بچه، امروز هم با یه درس جدید اومدم. امیدوارم از این درسم مثل درس قبل خوشتون بیاد. تو این درس میخوایم حروف زبان اردو رو به شما دوستان عزیز آموزش بدیم. خب بریم که یاد بگیریم. الف، ب، ب، ت، ق، ث، جیم، ج، ه، خ، دال، دال، ذال، ر، ر، ز، ژ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ه، ی، بریه. بچه این یه آخر توی اردو بعضی جاها تو آخر کلمه استفاده میشه. خب بچه فکر کنم حروف الفبا رو کامل یاد گرفتید. از جلسه های بعد شروع میکنیم یاد میگیریم که چجوری جمله سازی کنیم. امیدوارم سلامت باشید و کانال ما رو هم دنبال کنید تا دروس بعدی بهتون برسه.